سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و گرامی. در خدمتتون هستیم مثل همیشه با تدریس کتاب آموزش شایسته و قسمت آخر 52 و ایشالله 52 که تمام بشه 53 هم تو یک ویدیو تدریس کنم و کتاب آموزش شایسته به پایان میرسه. قبل اینکه تدریس رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم که ما رو سابسکرایب کنید و از این طریق از ما حمایت کنید. خب بی وقت ببریم سراغ تدریس کتاب. دازامن به معنی بحث هست. Durch den Wind werden die Samen von Pflanzen in der ganzen Umgebung verteilt. از طریق باد بذر های گیاهان در محیط اطراف پخش میشن. ساختار پاسیو هم اینجا استفاده کرده. کایمن جوانه زدن. در کایمه یعنی جوانه. Nachdem sie in der Erde gelegt worden sind, müssen Samen regelmäßig gegossen werden, damit sie zu keimen beginnen. گیسن به معنی آبیاری کردن فعل هستش. بعد از اینکه آنها که برمیگرده به جوانه ها بذرها بعد از اینکه بذرها در داخل زمین قرار داده میشه بایستی که به طور منظم آبیاری بشن تا جوانه زدن شروع بشه. Die Keime von Kartoffeln sollte man auf keinen Fall essen, da sie giftig Alkaloide enthalten. جوانه های سیب زمینی نباید به هیچ وجه خورده بشن به دلیل اینکه اونها شامل همین ماده سمی آلکالویده هستن. نمیدونم آلکالویده دقیقا چیه. دی وورسل یعنی ریشه. اون وورسل با اونلاوت به معنی ادویه هست. Einige Bäume haben Wurzeln, die bis tief in den Boden reichen, während sie bei anderen Arten dicht unter der Erdoberfläche liegen. میگه بعضی از درختان ریشه هاشون تا اعماق زمین هم میرسه در صورتی که بعضی از گونه هاشون فقط همون ریشهشون سطح زمین رو میگیره. Der Stängel به معنی ساقه هست. Durch den Stängel der Blume gelangen Wasser und Nährstoffe von den Wurzeln zu den Blättern und Blüten. میگه آقا از طریق همین ساقه های بلومه ها درختان آب و مواد معدنی از ریشه به برگ ها و حالا قسمت های دیگه میرسه. داشت هم به معنی تنه، معمولا تنه درخت رو میگن. Die Stämme von Mammutbäumen können einen Umfang von mehr als 30 Meter erreichen. میگه آقا تنه درخت همین ماموت میتونه همون در شروع ابتدا یعنی همون شروع رشدش به دقایقی به 3 متر برسه. Der Ast یعنی شاخه. Oft sind die Äste von Bäumen so kräftig, dass ein Mensch darauf sitzen kann, ohne dass sie abbrechen. میگه آقا معمولا شاخهای درختان خیلی محکم و قوی هستن طوری که اینجا گرامر زوداست استفاده دقت کنید. این زوش آورده بعد ادجکتیوه. طوری که آدم میتونه روش بشینه بدون اینکه اون حالا شاخه بشکنه. گرامر زوداست اینجا استفاده کرده خیلی مهمه. دست سوواک به شاخه قسمت. Die Zweige von Obstbäumen sollten regelmäßig geschnitten werden, damit sie besser wachsen und mehr Früchte tragen. خب میگه آقا شاخه های میوه ها معمولا چیده میشن تا اونا بهتر رشد کنن و پربارتر بشن، یعنی میوه های پربارتری داشته باشن. Das Blatt به معنی برگ هست. In Herbst färbt sich das Laub der Bäume gelb, orange, rot und schließlich braun. میگه آقا توی پاییز رنگ همین برگ ها زرد، نارنجی، قرمز و در آخر قهوه‌ای میشه. Der Laubbaum یه نوع درخت های برگریز هست. Die meisten Laubbäume verlieren zu Beginn des Winters ihre Blätter. یا آقا این برگ های ریز، درخت های برگ های ریز
شروع زمستون برگاشون رو از دست میدن فعلیقه. Der Nadelbäume به معنی درخت کاج هست. Sogenannter Mischwald besteht zum Teil aus Löbbäumen und zum Teil aus Nadelbäumen. میگه آقا به اصطلاح جنگل مخلوط تشکیل شده از خیلی همین درختان، از قسمتیش از درختان برگریز و قسمتیش هم درختان کاج. بلوهن به معنی شکوفه زدن. Wenn der Raps blüht، میگه وقتی که آقا یه دونه حالا درختی شکوفه میزنه، kann man schon lange aus ein Moment, lange aus großer Entfernung die gelb leuchtenden Felder erkannt. خب ein Moment، من یه چیزی رو اینجا یادداشت کنم. میگه زمانی که همین درختان قبس شکوفه میزنه، آدم میتونه فاصله اون این یه مقدار ترجمهش سخته واسه من، یه لحظه دیگه لوشتنده من یه تیکش یه سرچ کوچیک بکنم، ترسم اشتباه بهتون بگم. میگه آقا وقتی که این درخت شکوفه میزنه، آدم میتونه فاصله‌های بزرگ این محیط‌های زرد رو تشخیص بده. یا همچین چیزی میشه. فلدا زمین‌های زرد روشن رو تشخیص بده دیگه. Aus den weißen oder rosa Blüten der Kastanie entwickeln sich im Laufe des Sommers die Früchte. از شکوفه‌های سفید و صورتی یه درختان بلوط. اوکی، میگه آقا این شکوفه‌های درختای سفید صورتی درختای بلوط در طول تابستون میوه رشد میکنه. در پولن یعنی گرده. Pollen von Bäumen und Blumen, die in die Luft gelangen, können bei Allergikern zu heftig Reaktionen führen. میگه آقا گرده های گل و درختان به هوا میرسن و میتونن موجب که نزد به قول معروف آلرژی، که نزد کسایی که آلرژی دارن واکنش های شدیدی رو موجب بشه. پفلانس بشتویبن بشتویبن oder befruchtun به معنی همون گرده افشانی کردن هست. Wenn Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, Nektar zusammen bestäuben sie die Pflanzen. وقتی که زنبورها از شکوفه هایی به شکوفه های دیگر پرواز میکنن، میتونن شهد جمع آوری کنن که قادر به حالا همون گردافشانی تولید مثل گیاهان میشه. sich vor Pflanzen یعنی تولید مثل کردن. Viele Blumenarten können sich nur durch die Bestäubung fortpflanzen. خیلی از نوع درختان میتونن تنها از طریق گردافشانی تولید مثل کنن. Die Zelle یعنی سلول. Die Zellen des Körpers leben unterschiedlich lange, bevor sie absterben und durch neue ersetzt werden. میگه آقا سلول های بدن مدت زیادی رو
مدت‌های مختلفی رو زندگی میکنن قبل اینکه اونا بمیرن و یه جایگزین بشن و با سلولای جدید جایگزین بشن. Die Zellkern, سل هسته سلول. Der größte Teil der genetischen Informationen befinden sich im Zellkern. بخش اعظم اطلاعات ژنتیکی قرار داده شده در هسته سلول. دی اشتام سل یعنی همون سلول بنیادی. Im Gegensatz zu Hautzellen, Nervenzellen und andere Zellen des Körpers sind Stammzellen noch nicht auf eine bestimmte Funktion festgelegt. میگه آقا برخلاف سلول های پوست، سلول های عصبی و بقیه سلول های بدن بدن سلول های بدن اون سلول های بنیادیشون یک عملکرد خاص به یک عملکرد خاص اختصاص داده می شوند. مثل Das Chromosom همین کروموزومه. Männer verfügen über Y-Chromosom, während der Zellen von Frauen nur X-Chromosomen enthalten. میگه آقا مردها دارای کروموزوم Y هستن در حالی که سلول خانم ها تشکیل شده از X کروموزوم. خب قبل اینکه بریم صفحه بعدی ازتون خواهش میکنم که حتما ما رو سابسکرایب کنید و از این طریق از ما حمایت کنید. Das Gen, همون ژن. Es wird darüber diskutiert, wie groß der Einfluss der Gene auf die Persönlichkeit neues Menschen ist. این راجبش بحث گفتگو میشه که چه جوری تاثیر ژن بر روی شخصیت که آقا اینطوری بذار بگم که چجوری تاثیر ژن که چجوری بر شخصیت یک آدم ژن تاثیر میذاره. اینطوری ترجمه کنیم بهتر. Genetik. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es auch zwischen aneigenen sowie winzige genetisch Unterschiede gibt. خب میگه آقا دانشمندان اینو متوجه شدن که چجوری بین دو قلوهای کوچیک اختلاف ژن وجود داره. Das Gentechnik مهندسی ژنتیک. Die Gentechnik kann in verschiedene Bereichen der Medizin eingesetzt werden. میگه آقا مهندسی ژنتیک میتونه در قسمت‌های مختلفی از پزشکی مورد استفاده قرار بگیره. دوباره از پاسیو ولی با مدلور. Das Merkmal ویژگی، خصلت، علامت هم بعضی جاها ترجمه میشه. Durch ihre Gene geben Eltern bestimmte Merkmale, zum Beispiel die Haarfarbe an ihre Kinder weiter. از طریق ژن والدین ویژگی های معینی رو میدن، به عنوان مثال رنگ موشون به وایتا گیبنه، یعنی منتقل کردن. بذار این پس دوباره ترجمه کنم. از طریق ژن والدین ویژگی های مشخصی مثل رنگ مو رو به کودکانشون انتقال میدن. دی Eigenschaft هم یعنی همون معمولا خصوصیت میگن. اوکی؟ ویژگی، خصلت بهتر. Wird man in Zukunft schon vor der Geburt bestimmt können, welche Eigenschaften ein Menschen haben wird? آیا آدم میتونه در آینده یعنی قبل تولدشون که کدوم خصلت ها رو یک انسان داشته باشه؟ vererben به معنی چیزی رو به ارث گذاشتن. گقوگا
Mendel hat untersucht, wie bestimmte Merkmale an die nächste Generation vererbt werden. حالا این آقای گرگ، نمیدونم چطور خونده میشه، گرگ، به قول معروف بررسی کرد که چجوری ویژگی های معین برخی ویژگی های معین به نسل بعدی به ارث گذاشته میشه. دی ارب آنلاگن یعنی ژنتیک، ارب گود اون ماده همین چیز ژنتیکیه دیگه. Mendels Forschungen haben gezeigt, dass es dominante und rezessive Erbanlage gibt. خب دومینانت معمولا به معنی برتر، چیره، رسیف هم مغلوبه. اوکی. تحقیقات مندل این رو نشون میده که چجوری ژنتیک برتر و مغلوب وجود داره، همون ماده ژنتیک برتر و مغلوب وجود داره. موتیقن به معنی جهش پیدا کردن. aufgrund von Umwelteinflüssen können ژن موتیقن میگه به دلیل تاثیر همون محیط زیست میتونه ژن ها جهش پیدا کنه. دی دی ان اس همون دی ان ای. Heutzutage kann man einen Straftäter überführen, indem man seine DNS mit Spuren am Tattoo vergleicht. میگه آقا امروزه میتونن مجرم رو شناسایی کنن یا دستگیر کنن از طریق اینکه دی ان اس رو با آثار موجود دو مقایسه کنن. دی دی ان ای مانیپولیرن یعنی دستکاری کردن دی ان ای. Verbraucher Schützer fordern schon lange eine deutliche Kennzeichnung von genmanipulierten Nahrungsmittel. خب میگه آقا حامیان مصرف کننده حمایت میکنن از یعنی اینجا فوردن به معنی ببخشید خواستار شدن، یعنی اینو میخوان که برچسب گذاری های مشخصی برای مواد غذایی که دستکاری ژنتیکی شدن انجام بشه. Eine Pflanze ein Tier suchten oder die Zucht یعنی پرورش دادن یک گیاه یا حیوان. Durch die Manipulation des Erbguts kann man Tier- und Pflanzenarten mit bestimmten Eigenschaften suchen. از طریق به قول معروف از طریق دستکاری ژنتیک آدم میتونه حیوانات و گیاهان رو با ویژگی معینی پرورش بده. کلونن به معنی همون شبیه سازی کردن. 1996 haben Wissenschaftler mit dem Schaf Dolly zum ersten Mal ein erwachsenes Säugetier geklont. میگه آقا در سال 1996 دانشمندان برای اولین بار گوسفند دولی رو به عنوان پستاندار شبیه سازی کردن. جالبه. دیکلونه die bei Experimenten geschaffen wurden, waren häufig nicht lebendfähig. یا آقا شبیه سازی که نزد آزمایش انجام میده معمولا به قول معروف لبنفهیش نیست دیگه،
یعنی چطوری بهتون کارآمد نیست. Die Moral اخلاقی Moral اخلاقی moralisch اخلاقی. Wissenschaftler stehen immer wieder vor der Frage, inwieweit die Moral ihrer Forschung Grenzen setzt. میگه آقا دانشمندان همیشه در مقابل این سوال ایستادگی کرد، یعنی با این سوال مواجه میشن که چجوری اخلاق در چه حد تحقیقات اونا محدودیت ایجاد میکنه، مرز ایجاد میکنه. Viele halten das Klonen von Lebewesen für moralisch fragwürdig. fragwürdig به معنی مشکوک است. میگه viele halten، میگه خیلی ها، ایجاد میکنن شبیه سازی موجودات زنده که علاوه اخلاق مشکوکن. دی اتیک یعنی علم اخلاق، اتیش اخلاقیت. Die Ethik verbietet es, bestimmte Experimenten an Menschen durchzuführen. یعنی انجام دادن. یا اخلاقیات ممنوع کرد بعضی از آزمایش‌های معین رو بر روی انسان. Aus ethischen Gründen ist die Nutzung von embryonalen Stammzellen höchst umstritten. به دلیل اخلاقی استفاده از سلول‌های بنیادی جنین به قول معروف محدودیت ایجاد کرده. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ایشالله تو قسمت بعدی دیگه که کتاب آموزش‌های 3 تمام میشه. لطفا ما رو سابسکرایب کنید تا درودی دیگر بدرود.